فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرمودن که نماز جنازه نماز است یا دعا؟ در واقع نماز جنازه اسمش صلات جنازه هست، بنابر شرایطی که مثل شرایط نماز هست که انسان باید وضو داشته باشه، امامی دارند و صف بسته میشه، مقتدی در جایگاه خودش میسته، امام در جایگاه خودش میسته و رو به طرف قبله هستند. از نظر شکل ظاهری همون به اصطلاح نماز هست، اما محتوای این نماز جنازه همون محتوای دعایی هست. هم به اصطلاح البته در تعبیرهای فقهی بگن که نماز جنازه هست، صلات میت هست و صلات میت خودش در بر گیرنده دعا برای اون میت.